میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم یه ماشین خوب رو انتخاب کنیم، مثلا چطوری میتونیم یه ماشین خوب بخریم. بهترین سایتی که برای خرید ماشین داریم همون سایت دیوار خودمونه. نمیخواد دنبال سایت عجیب غریب بگردید. سایت های دیگه هم هستن ولی تعداد ترنوور ماشیناشون کمه. میتونید هم برید در بنگاه ملت ماشین بخرید که اونم ممکنه خوب باشه. خب سواری و وانت رو انتخاب میکنیم، میایم این بالا توی انتخاب برند ماشین رو، مثلا من الان پژو پارس میخوام، میگردم و پارس ها رو باز میکنم. پارسی که میخوام من تیو 5 میخوام، پس دو مدل تیو 5 رو حالا انتخاب میکنم. میام داخل آگهی. خب آگهی خیلی زیاده، یعنی من اگه بخوام بشینم آگهی ها رو بخونم از دیروز تا الان چقدر آگهی گذاشتن، نمیتونم همش انتخاب کنم الان یا یکی یکی بخونم. خب میام یه سری فیلتر میندازم، مثلا مدل رو میندازم. مدل رو مثلا من میگم من داشبورد جدید میخوام 92 93 یا اصلا 94 به بالا، حالا یه عددی 94 به بالا تا بودجه من به ماشین مثلا 98 میخوره 97 میخوره. یکی دو مدل سه مدل نهایتا بالاتر از اون رو هم انتخاب میکنم، مثلا تا 1400. به علاوه وضعیت بدنی، حالا کار کرد واقعیت خیلی واقعی نیست، خیلی بالا رو نخرید ولی اون پایینا رو هم خیلی اعتماد نکنید. وضعیت بدن اینجایی که گذاشته خیلی معتبر نیست که اینجا توی توضیحات بهتر می‌نویسن. وضعیت شاسی، هر دو شاسی سالم رو انتخاب کنید و برید تا بریم. اینجا یه سری پارس رو براتون میاره، مثلا الان نردبان شده داریم، پله شده داریم. پله شده و نردبان شده اینطوریه که مثلا یه چند روزی تو دیوار بوده حالا فروش نرفته و الان پلش کردن یا نردبانش کردن که بیاد بالا، احتمالا قیمتش بالاست یا حالا مشکل خاصی داره یا هر داستانی داره. یه ماشین رو انتخاب میکنیم، مثلا همین نردبان شده که 351,000 کیلومتر هم راه رفته، مدل 96 351,000 کیلومتر راه رفته، کارکرد خیلی زیادیه. ماشین توی این کارکردها مستهلک میشه. اومده توی توضیحاتش یه سری توضیحات داده. اینجا که مثلا می‌نویسه بدن گلگیر رو مثلا در موتور رنگ داره، اونجا خیلی چیز نیست، توی توضیحات بهتر می‌نویسن رنگ شده کاپوت گلگیر و فلان و فلان و فلان. اگه می‌بینید حالا این کیس مناسب نیست، ولی اگه می‌بینید کیس خیلی خوبیه و مناسبه و همه چی پسند کردید، حتما قبل از اینکه برید سر لوکیشن به یارو طرف تماس بگیرید و حتما بپرسید سقف، ستون، شاسی های ماشین، لچکی سالم باشه، همه چیش سالم باشه، همه چیش خوب باشه، مخصوصا درباره اتاقتون. یعنی حتی حالا شاسی عقب خیلی کمتر ولی شاسی جلو خیلی مهمه که سالم باشه. شما موتور نداشته باشه مهم نیست، میریم یه موتور نو می‌خریم میندازی روش، ولی شاسی اتاقتون نمیتونی بری درست کنی عوض کنی، درست نمیشه. همونه میگردی و اینجوری انتخاب میکنی. مثلا این پارس 1400 که گاز سیمیه، نوشته در حد، کارکرد 56,000 تا، قیمت یه مقدار بالاست و توضیحات خوبی هم گذاشته. پس اینو مثلا تماس میگیریم